سلام، نازنین حنیفه زاده هستم، کارشناسی ارشد روانشناسی، درمانگر توانبخشی شناختی. در مورد توانبخشی شناختی خیلی کوتاه بخوام خدمتتون عرض کنم. تو توانبخشی ما میگیم رفتارهای مشکل داری که فرد داره از یه قسمتی از مغز میاد که اون قسمت کار خودش رو درست انجام نمیده. تو توانبخشی ما به دنبال رفع نقص این قسمت زیربنایی هستیم تا تمام مشکلات رفتاری که دارن به وجود میان از بین برن. یعنی وقتی که ما میایم این نقص رو رفع میکنیم، فرد تو محیط دیگه، تو زمان دیگه، جای دیگه قرار میگیره، رفتار مشکل آفرین دیگه هم از خودش نشون نمیده، چون اون نقصه برطرف شده. مثلا کودک ما تو سنین پیش دبستانی و دبستان ممکنه توی صف نتونه وایسه، خودش رو نتونه کنترل کنه، توی صف بایسته برای تاپ سوار شدن. توی دوره نوجوانی نتونه خودش رو کنترل بکنه و بگه نه تو موقعیتایی که باید بگه نه، مثل دعوت به مصرف مواد مخدر. وقتی که اون قسمت زیربنایی مشکلش رفع شده، ما از بروز رفتارهای مشکل آفرین آینده هم جلوگیری کردیم. درمان توانبخشی شناختی یه درمان کاملا غیر تهاجمیه. یعنی ما صرفاً با تمرین و تکرار قسمت‌های از مغز که انگار عضله‌هاشون ضعیفه و درست کار نمی‌کنن رو انقدر قوی می‌کنیم تا بتونن درست کار بکنن.